على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا. یگانه فریادرس تنها الله است. به نام عزت پاک با عرض سلام و ادب و احترام. یکی از عابدان و فاضلان در صحرای که دو طرف کوه بود به اهلش زندگی میکرد. مردی ذاکر و خداپرستی قناعتمند بود. روز آبها خشک گشت و چاه هم خشک شد. به هر طرف چپ و راست گشت، آب نیافت. پس به خود گفت: تشنه گشتم. طفلکانم از تشنگی فریاد میکردند. به خاطرم پروردگار صاحب عزت رسید که او نزدیک است، قبول کننده دعاهاست. خیستم و تیمم کردم و روی جانب قبله 2 رکعت نماز خواندم و دستانم را بالا برداشتم. گریه کردم، اشک چشمانم میریخت، زاری میکردم خدا را. پس قسم به نام خدا که از جایم نخسته ابر نمودار گشت و باران بارید، حتی همه چاه‌ها پر آب گشتند. با خرسندی نوشیدیم، آبازی کردیم و طهارت کردیم و خدا را شکر گفتیم. پس برای کاری دیگر به وادی همسایه رفتم که آنجا قحط و بی‌آبی بود. پس دانستم که الله آن باران را با دعایم به وادی من فرستانده بود. پس خدا را حمد و شکر زیاد گفتم. الله تعالی می فرماید: و پروردگارتان گفت به من دعا کنید تا دعای شما را قبول کنم. بله برادر و خواهر عزیزم، الله سبحانه و تعالی یگانه فریادرسی است که به فریاد کنندگان می رسد. وقتی که در حیات دوچار یگان مشکلات می شویم، ما باید اول از الله طلب بکنیم و در پی حل این مشکلات بشویم. و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیش گرفتند. حافظا وكتاب ربك في الفؤاد تمزقا. يا أمتي القرآن حبل نجاتنا فتمسكي